وقتی اسلحه پر به سمتت نشونه رفته چه فرقی میکنه؟ بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون. و زمانی که جنگ تمام میشه هیچ کس نمیدونه علت شروعش چی بود. یادمه تو شهرم یه نفر از ساختمان 2 طبقه سقوط کرد روی بار کار. هر کس که داوطلب همکاری باشه من به اون احتیاج دارم. وقتی ازش پرسیدن حالت چطوره گفت حالش که بد نبوده. هیچ کس همیشه بازنده نیست. بقیه‌ش هم نیست. شما دیوونه نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرسه میزنن دیوونه تر نیستین. همینو بس. این یه بازی نیست، بازی واقعی شروع شده. پسر جون اصلا چه کار میکنین؟ میفرستین بالای در؟ تا وقتی من خودم اومدم سراغتون دستام بردم بالا و فریاد زدم باز رس منو بگیر. اگه مجبور بشیم تمام شب اینجا منتظر میمونیم. من معتقدم که منتظره. اون منتظره در جایی که همه ما یه روزی به اونجا میریم. وظیفه شماست که این مفخورا رو ریشه‌کن کنین. این کار فقط به عهده شما، من و خداوند. لعنت به شما. باید کارمو با اون تموم کنم. بزرگترین نیرنگ شیطان این بود که این باور رو به وجود آورد که وجود نداره و در این چشم هم زدن قیبش میزنه.